این خانم به دنبال یک افسر پلیس برای بازی در سریال پلیسی جدیدش هستش. ناگهان یه دزد کیف خانمو میدزده و میره. یه پلیس تازه کار جلوی دزد در میاد و به دنبالش میره. افسر پلیس با پرتاب یه رینگ جلوی دزد رو میگیره. دزد سلاح پلیس رو کنار میزنه و باش درگیر میشه. در آخر پلیس با مهارت بالاش موفق میشه که دزدو زمین بزنه. پلیس کیف خانمو بهش پس میده و خودشو معرفی میکنه. یه بازرس واقعی که اون نزدیک بوده به دزد دستبند میزنه. دزد به افسر پلیس میگه قرارشون این نبوده و فقط قرار بود که به ظاهر کیف خانم رو بدزده. بازرس چاقوی قلابی دزدو هم میبینه و براش مشخص میشه که تمامی این صحنه ها الکی بودن. اون به افسر پلیس میگه که تو قوانین پلیسی رو زیر پا گذاشتی و این کار بی‌شرمانه هستش. پلیس جواب میده که فقط میخواست با این کار خانم تهیه کننده رو تحت تاثیر بذاره و نقش بازرس رو توی سریال بگیره. بازرس واقعی خودش به ناچار باید توی این سریال نقش ایفا کنه. وقتی از تهیه کننده میشنوه که با این افسر پلیس باید توی سریال همکار بشه عصبانی میشه و میره. به نظرتون اونا با هم دیگه کنار میان؟